سلام، من حمیدم و اینجا کانال اسکنولوژیه، جایی که با ترجمه و بررسی علمی ویدیوهای وایرال دنیای زیبایی بهتون کمک میکنم تا پوست سالم و درخشان تر داشته باشین. امروز با یه موضوع خیلی جالب و پرطرفدار اومدم: فرو بردن صورت در آب یخ. شاید شنیده باشید یا دیده باشید که خیلی از سلبریتی ها این کار رو انجام میدن، اما سوال اصلی اینه: آیا این روش فقط یک ترند گذره یا واقعا از نظر علمی هم مفیده؟ خب بیاید با هم بررسیش کنیم. از نظر علمی چه اتفاقی میفته وقتی صورتتون رو توی آب یخ فرو میبرید؟ وقتی پوست با سرما تماس پیدا میکنه، رگ‌های خونی منقبض میشن و این باعث کاهش قرمزی، پف و التهاب صورت میشه. بعد از سرد شدن، بدن تلاش میکنه دمای پوست رو بالا ببره و این باعث افزایش جریان خون و اکسیژن به پوست میشه. پوست روشن‌تر و شادابتر به نظر میرسه. این کار حتی روی آرامش روان هم تاثیر داره. میتونه استرس رو کاهش بده و سیستم عصبیتون رو آروم کنه. برخی فواید فرو بردن صورت در آب یخ: کاهش فوری پف و تورم مخصوصا زیر چشم، کوچکتر دیده شدن منافذ پوست، درخشانتر شدن پوست به دلیل افزایش جریان خون، تسکین جوش‌های التهابی، حس شادابی و بیداری فوری بعد از بیدار شدن. در کنارش باید برخی از نکات رو هم رعایت کنید. مثلا مدت فرو بردن صورت باید کوتاه باشه، بین 10 تا 30 ثانیه کافیه. بعدش حتما مرطوب کننده بزن تا پوستت خشک نشه و اگه پوست خیلی حساسی دارید حتما باید از پزشک مشورت بگیرید. اگه این ویدیو خوشت اومده و دوست داری بیشتر از این ویدیوهای علمی یا کاربردی ببینی، حتما سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن تا ویدیوهای بعدی رو ببینی. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودی. تا ویدیوی بعدی مواظب پوستتون باشید.